آقا سهیل آقا من فدات شم. اینجا چیکار میکنی؟ در ماشین رو میخوام باز کنم. با چی؟ با گوشی. به مگه چه خبره؟ این چی آقا سهیل؟ خداوکیلی جزیره کیش باشیم. برق ماشین تو شارژ رو دیگه چی میخواد؟ خدای خیلی خفنه، خیلی خفنه. آواتار هم پلوک شد اومده کف جزیره. درو وا کن. میاری بغل ماشین. در ماشین. آواتار 12. میشم برم داخل؟ بفهمید. داخلش رو ببینم من. یا خدا، آینه رو نگاه کنید، مانیتور رو، فرمون رو. قشنگ انگار سوار سفینه شدی. دقیقاً. قبول داری؟ بیا جلوش یه لحظه نشون بده. خیلی خوشگله. به این شد ماشین. این ماشین رو بیارید دیگه. خدایی خدا تو جزیره. قبول داری؟ خدای جزیره فقط باید با برق باشه. بنزین چیه خدا؟ مرسی.